بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام گرم و صمیمی خودم را تقدیم مردم عزیز و مردم مهمان نواز و دین دوست کرمانشاه، استان کرمانشاه و مخصوصا منطقه که دچار زلزله شده است می کنم و ثانیاً تسلیت عرض می کنم به مناسبت ضایعاتی که در اثر این زلزله برای مردم عزیز کرمانشاه و اطراف پیش آمده است، هم ضایعات جانی و هم ضایعات مالی و هم دعای خیر کردیم و دعای خیر می کنم که الله تعالی گذشتگان که در این زلزله جانشون را از دست دادن مغفرت نصیب بکنه، رفع درجات نصیبشون بشه و جمیع کسانی که در اثر این زلزله زخمی شدند شفای عاجل و کامل نصیب بشود و درخواست دارم از الله تعالی که جبران این خسارات هرچه زودتر برای مردم شریف کرمانشاه انجام بدن و جا دارد که تشکرم بکنم از جمیع کسانی که در هر پوشش به این مردم خدمت کردند و هم مسئولین امر زحمت کشیدند، هم رهبر معظم انقلاب بازدید کرده از این عزیزان زلزله زده و اونها را تسلی داده است و هم مردم عزیزی که به پوشش های مختلف آمدند اونجا و خدمت کردند، مردم تهران، مردم عزیز کردستان و دیگر استانها آمدند اونجا خدمت کردند، شکرگزارم و ما بنده هم اعلام کردم که رسیدگی به مردم عزیز زلزله زده این جهاد فی سبیل الله، اجر جهاد فی سبیل الله را داره و ما در کنار شما مردم هستیم و حمایت میکنیم و ترغیب میدیم که مردم برای جبران خسارات شما همکاری بکنن و کمک بکنن و توصیه میکنم که بعضی افرادن که مغرضن و دیگه مقاصد و سیاسی دارند و میخوان انتقام جویی های سیاسی بکنن و لحاظا کلیف های جعلی و دروغین درست میکنند و تا اینکه شما مردم عزیز برنجونند، بدونید که ما از شماییم، شما از مایید، همه اقوام و مذاهب ایرانی در کنار هم هستیم و هیچ وقت نسبت به شما به هیچ کسی اجازه نمیدیم نسبت به شما اهانت وارد بکنه، به شما توهینی بکنه. این همه دروغن و حرفای ساختگی و قط و برید سخنان علما را بعضی انجام دادن و لحاظا مردم عزیز بیدار باشند و انشاءالله هوشیار باشند و مطمئنین که مردم ما بیدارند و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.